خب بیا اینجا تا دیدگاه تو نسبت به زندگی عوض کنم. حرفایی که تو این ویدیو میشنوی و قرار نیست توی هیچ کتابی بشنوی، چون هیچ کتابی اونقدر احمقانه نیست که بخواد این حرفا رو بزنه. پس تا الان چی فهمیدیم؟ این ویدیو قرار احمقانه باشه. آیا کل دنیا همین نیست؟ آیا کل زندگی احمقانه نیست؟ یک کره خاکی احمق. جدی میگم، یه لحظه بهش فکر کنید. شما قبلا میرفتی 4 گوشه یه زمین میشاشیدی، اون میشد ملک تو. ولی الان برای 1 متر مربعش ممکنه چند صد میلیون تومن خرج کنی. بذار اینجوری بهت بگم، همین پول واقعا چیز عجیبیه. یه سری آدم جمع میشن، یه کاغذ رو میکنن توی دستگاه، بعد که این کاغذ از توی اون دستگاه با یه سری عدد خاص اومد بیرون، بر اساس اون عدده ارزش گذاری میشه و هر کسی مقدار بیشتری از عدد بزرگتری داشته باشه برنده است. کی برنده است؟ جدی میگم، کی برنده است؟ کسی که پول بیشتری داره برنده است. بر اساس انتخاب طبیعی کسی که زنده است برنده است. بر اساس تاریخ کسی که شرافتمندانه زندگی کرده برنده است. و بر اساس مغز من کسی که به زندگی فکر نمیکنه برنده است. حالا چرا کسی که به زندگی فکر نمیکنه برنده است؟ یه جمله معروفیه که میگه احمق بودن و مرگ شبیه به همه، صرفا اطرافیان تو عذاب میده. تو این ویدیو قرار بود چیکار کنم؟ قرار بود دیدگاه شما رو نسبت به زندگی عوض کنم. اینکه دیدگاه آدم نسبت به زندگی با یه ویدیو عوض بشه احتمالش واقعا 1% و منم اون آدمی نیستم که بخوام این کار رو انجام بدم. تغییر دید آدم نسبت به زندگی یا به صورت دومینوواره، یعنی پشت سر هم یه سری اتفاقاتی میفته و روی اون آدم تاثیر میذاره و اون تاثیر گذاشتنه بعد از مدت‌ها یه تغییر رو توی وجود اون آدم ایجاد میکنه. یا اینکه یک اتفاق عمیق غیر قابل بازگشت میفته. متوجه این که چی میگم؟ پس هر چه زودتر دکمه این ویدیو رو بزنید، برید بیرون یه نفس تازه بکشید، چون شاید لحظه بعد کنترل اکسیژنتون دست خودتون نباشه.